گرمی از حد زیادی فصل تموز کس را به سوی سایه و ساحل رود و دریاها راهنمون می‌سازد. ما هم با همین بهانه و با دل لبریز از مهر راه جانب یغناب گرفتیم. سحری بر وقت لیک گرمی الکی احساس می شود. ماشین سبکرو ما را به پیش می برد. ورزاب و انزاب را گذشتیم. راهی ناهموار و پرسنگ و خاک و گرد سر شد. اما طبع ما را هوای سلقین و بوی گل و گیاه خوش می کرد. از چی باشد در خیال من سرودی صمیمی و زمینی سراینده خوشلحن عبدالله سلطان گرد می گشت. یغناب آب شیرین، کوهاش جام سیمین. یغناب آب شیرین، کوهاش جام سیمین. دلداری نازنینت در روش ماه و پروین. کوهها ما را پیشواز گرفتند. در دو طرف راه چون میزبانانی سال خوردند. دریای یغناب از همین جا آغاز میگیرد. گفتنی جوانمرد صاحب دل عبدالواحد سفرов مرا به خود آورد. با کوهها می نگریم. کوههایی که کم به چشمها میخورند، کم آدمان به این سو میآیند. آخر دره پر رمز و پر صدای یغناب برای بسیار عالمان معما بود. یک کتاب ناخوانده به حساب میرفت. اگر خواهش آب نوشیدن دارید مرحمت انا رود یغناب، میگوید عبدالواحد. با آبی صاف و چون شیر سفید می نگرم. باز آن سرود به یادم می آید. یغناب آب شیرین، آبی سرد و خوش‌طعم به جسم خسته و خواب‌آلود ما نیرو می بخشد. دیگر همراهان آن را نمی دانم، ولی من چند کف آبی سرد را نوشیده و باز دست و روی هم می شویم. و گفتی خوب سلقین شدم. اما هوش و یادی مرا نام یغناب و واژه یغناب به اندیشه می کشید. یغناب و چند طرز و به چند آهنگ معنی داد شده است. یک تحقیقات یغناب شناس معروف آلبرت خراموفسکی با نام سوق و سوقجان معروف است در مجله صدای شرق سال 2007 چاپ شده بود و آن را گشته و برگشته خوانده بودم. مخصوصا درباره یغناب و معنای واژه یغناب اندیشه های جالب عالم معروف را برای خود یادداشت کرده بودم. حالا آن دفتر قیدها همراه هم دفتر را می گشایم. کشف معنی واژه یغناب ساده و سهل میسر نشده است. خود یغنابیان در اواخر دهه 20 قرن گذشته میلادی معتقد بودند که این نام از الفاظ تاجیکی یخنی به معنی سرد و آب مشتق است و معنی آن آبی سرد و یا آبی یخ می باشد. این نام گویا آن جهت است که از کوهها آبی سرد یخین جاری است. ولی واژه یغناب اصلا از لفظ تاجیکی یخنا برمی آید که آن به نوبت خود مشتق از واژه تغییر نموده یغنابی یخنا است که دره یخی و یا یخ دره می باشد. تا به حال دره واقع در شمال سلسله کوههای حصار که یکی از شاخه های رود یغناب از آن می گذرد با همین نام یاد می شود و این نام به تدریج با وادی و رودخانه تعلق گرفته است. می خوانیم از دفتر یادداشت ها. حالا همون دره ما را به کشور تاریخی و افسانوی می برد. کوههای آسمان بوس
آبهای صاف و جلادار دامنی کوه‌ها را گلهای رنگارنگ و سبزه‌ها زیب و فر می‌بخشند. زیباگی را بینید گفتن نواربردار مرا به خود می‌کشد. نسیم گلها را الوانج می‌دهد، رود و یا رود یغنا غزل می‌خواند. و گوش من گفتگوی سغدیانه می رسد و من از لحن این رود سرد و سرکش گفتگوزار سغدیان را می شنوم. مگرم پیاده شویم دیگر ماشین راه نیست، می گوید عبدالواحد. نواربردار تشنه زیبایی و تازگی طبیعت به ذوق آمده چشم از کوه و دره و دیار دامنی گردون نمی کند. مرا به حال خود ماند گفت و از پی کار خود شد. من از بوی خوش علف‌های کوهی به شوق آمده بودم. خیلی راه رفتیم. دیه انسان‌های ساده‌دل و مهربانی دارد. با عبدالواحد و سغدمهر با زبان خویش به زبان سغدی گفتگو کردنشان برای ما خیلی عجیب بود. و چهره آفتاب خورده و چشمان شررپاش آنها می‌نگرم. با چند نفر هم صحبت شدیم. من چند سال باز در اومده در همین وطن خود در تابستون همینجا زندگی کرده. با تیرما گشته ناحیه ظفرآباد میبرم. تابستون در همینجا زندگی کرده، تیرما با بر میگردم. وقتی که من این وادی دره یغناب سیوم بار ویران شده، آباد شده است. شکر خدا آستا آباد شده است. با همین تشبوس جناب عالی، هزار رحمت که جناب عالی من پارک ملی اتنوگرافی تعیین کردن. خوب میشد که جناب عالی همه سال 70 روی کار به می آمدن، این یغناب ویران نمیشد. یغناب ما نمی کوچوندن. ما وقتی که ماهان کوچونده بردن، ماهان فقط سه چیز بردیم خودمان: عرف عادت همان، رسم روسی خودمان، فرهنگ ملی سغدی بردیم. دیگه یگان چیز ما چاره بردن نتونستیم. برای اینکه ماه مرد اینجا فقط برفپوش، نه راه پیاده‌گر بود، نه راه ماشین وقتا نبود. فقط ما همین سه چیزه بردیم با خود. من در همون مدتی 52 سال باز مردم در ناحیه ظفرآباد زندگی کرده ایستادن، اما حالی هم در وقت جان دادن ما برای یک پیاله آب هم وطن بیارد گفته با جان میتن. وطن همین خیلی شیرینه. برای اینکه سال 2011 من همچون راه با کار میکردم، جناب عالی همینجا آمدگیشون گفتن که من همه یغناب همچون یک چی مستقل میگذرانم. من نگفتم پارک ملی، گفتن که من همینجا همه خیمه میکنم که همین مردم وای شد. بعد سال 2019 قرار حکومت جمهوری قرار بردن برای تشکیل نمودن پارک طبیعی ملی یغناب. مقصد اساسی تشکیل شدن پارک برای محافظت زبان سغد که همین زبان سغد گم نشود. پارک اساسی برای محافظت زبان سغدیه، پارک اتنوگرافی مردم شناسی. بعد وقتی که پارک مردم شد، بعد همین حدوداش هم چخیل مثال نباتاتی که حیوانات های چیان همش هم میگره، ایناش هم وظیفه پارک و پارک اتنوگرافی ملی یغناب، همچنین تاریخ یغناب، چیزهای اتنوگرافی، جای سیاحا، جای من رکسوس من منظره هایی که رکریاسیونی دارن، مثلا همین چیزهای همش قرار حکومت با وای کرده. بعد سال 2019 5 مای رقم 222 تصدیق شد. انا قرار نهاییش برای فعالیت آغاز کردن پارک 2022 ماه 31 ژانویه قرار حکومت جمهوری برآمد. تمام خواجگی زمیناشون گرفته به پارک ملی یغناب داده شد.
آهنگ گفتارشان برای من غیر چشم داشت بود. گویا من در آن زمانی پیش باشم و با بابایان و باباکرانهای خود در گفتگویم. روبرویم سغدیان اصیل را میبینم و گویا که در خواب باشم. دهی مرکتومی، دهی شوینا، دهی گرمی، همان آنها سغدی. ما را خوشپذیرفتن و به خانه های سنگین و قدیمه خواندنشان خود یک عالم گپ است. ما خودم یک تا اومده اگر همینجا و کردن 4 سال 5 سال 4 سال باز کم کردم همین دهخونی میکنم. انا روان خوجگی خودم با 500 کیلو کرچکه میرد. اگر 4 تون گرم با 7 خوجگی منفیت بر میشه. من 500 کیلو اگر گیرد با 7 خوجگی شیراتش دیگه نقد میشد. کنه همین خیلی اومده عبور کردن گیرد با همین محصولات زیاد شدن گیرد بازار داخلی هم نرخ ارزان میشد. با شرایط مردم زندگیش دیگه میشد. طبق معلومات حاضره 74 خوجگی اغنابی هستند. اینجا 74 خوجگی در همه حدود پارک هستند. اینا فقط به کار خوجگی خودشون وابسته میشن. هم چراگاه، هم مال دارن، چراگاه دارن، هم زمین کارتوشکا جفت میکنن، علف درا میکنن، خب مال گفت چراداری میکنن. اینا همش ماموریت پارک از آزاد وای کردگی، از انداز آزاد کردگی. همه مردم یغناب خود چقدر میکارند، خود چقدر وای میکنن، همه چیزش میکنن، همه وای میکنن. هم تا همین بر اومدن قرار حکومت جمهوری یغناب همچون چراگاه گذاشته بود، خانه های استقامتی حجت نداشتن، اجازه نمیدادن خانه کردن. همچون باشگاه هر یک آدم در موضع خودش خانه میکرد. انا قرار حکومت جمهوری قطعی پیشنهاد کردن که 45-49 گکتار زمین برای مردم یغنابی تقسیم کرده. اونها همچون جدا کرده حدود پارک، هر یک قشلاق با 1 گکتار میرسه. 2 گکتار اینا کنه حاضر مقامات عینی میبره، جدا میکنه زمینای حجت گذاری میکنه. هر یک خانه با صاحب سرتیفیکات شود، صاحب مثلا به خرید دولتی گذرانده شود. میخواهیم در این سفر یغناب را شناسیم، دریابیم، دانیم. لیکن برای ما وقتی طولانی و بیشتری را طلب میکنند. حالا گویا در یک دنیای دیگر حضور دارم و با چشمان حیرت بر رسم و آیین و عنعنه‌های یغنابیان می‌نگرم. و وقتی ما توی عروسی آنها با سفر ما راست آمد، ما گویا فیلمی را به نوار میگیریم، فیلمی سغدی توی یغنابی. سغدمهر با تبسم به من می‌نگرد. در این وادی تاریخی در 14 دهه یغنابیان زندگی دارم. تخمین 45-50 خوجگی را تشکیل می‌دهند میگوید او. خیلی کم است میگویم ما. در ظفرآباد زیادند میگوید سغدمهر. آنجا زبان خود را حفظ دارند. توی شه اسب سوار، یک صدای ازلی و قدیمی شادی‌آزا بلند می شود. غلغله مرد و زن به هم می آید. زندگی نوی در یغناب آغاز می شود. مرا باشد طبیعتی افسونکاری یغناب و رسم و آیینی صاف ملیش به خود می کشد. چشمان ما آنها را عکس می کنند، یک یک می چینند. انا کوه‌ها، انا رودها، انا گل و گیاها، انا انسان‌های نجیب و نشانی از ملت قدیمه ما. صدای دست، گویا در دست مه و خورشید. آسمان به سر آمده، آفتاب تیز و پرخنده دست و روی ما را می سوزد، می بوسد. خود به خود شعر استاد لایق شیرعلی را می خوانیم. سعودیان بر پیشواز آفتاب
هر سحر دف می زدند. هر سحر در صحنه نوروزگاه رقص می کردند، شعر می خواندند، با هزاران شوق دل کف می زدند. عجیب تقدیری، نیاگان ما را کوه‌های بلند، خنوکی‌های طاقت ناپذیر، رود و دریاها پشت و پناه شده و دلهای خود جای داده است. در دره یغناب زیستن و با امید گرمی آفتاب شدن خاص این مردم است. آفتاب، آتش، نوروزی‌ها را دوست داشتن یغنابیان از همین سبب باید باشد. آفتاب غروب میکرد، کوه‌ها حشمتی دیگر را میگرفتند، صدای رودها بلندتر میگشت، آسمان گویا به زمین نزدیک میشد. مرا اندیشه دیگری به خود میکشد. چرا تا حال ما یک فیلمی به نوار نبرداشتیم که این مردم قدیمه و تاریخ زنده نیاگان ما را شناسند، دانند؟ چرا از رسم آیین و زبان آنها تا حال انیق و دقیق معلومات گرد نآورده ایم؟ حالان که مردم آن دیگری هنوز در عصر 18 و 19 به وادی یغناب سفر کرده، یغنابیان را از نسل سغدیان و زبان آنها را سغدی اعلان داشتند. آنها از این بازیافت نادر همه عالمیان را به حیرت آورده بودند. عالم معروف خراموف در کتاب یغنبسک یزیک آورده است که تا عصرهای 9 و 10 اکثر مردم سغد زبان آسیای میانه به زبان تاجیکی سخن میگفتند، اما در دهه‌های کوهستان درفشان زبان سغدی تا عصرهای 13 و 14 باقی ماند. چند عالم و داننده زبان یغنابی به طرزی باید و شاید تا حالا هم اسرار این تاریخ زنده را باز کرده نتوانستند که کس قانع شود. از دره یغناب با امید با یک دنیا فکر و اندیشه برگشتم و خود به خود از زبان شاعر گفتم: چون مرا از خاک پاکی سغدیان آب و گل است، آتشی مهرم به دل منزل به منزل می روند. خواه کوی عشق باشد، خواه کوی دوستان، هر کجایی که روم با آتشی دل می روند. باز در خیالم صدای حافظ خوشنام روانشاد عبدالله سلطان شعله زد: یغناب آبش شیرین، کوهاش جام سیمین، دیدار نازنینم در روح ماه و پروین. با آتش مهر، با آهنگ عشق و دوشنبه برمیگردیم. ما از یغناب دره دور می شدیم، صداقت و محبت و آتش نگاه آنها را از خود دور کرده نمی توانستیم.